به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. حمد و سپاس بی پایان مر خدای بزرگ را و درود و تحیات فراوان بر پیغمبر برگزیده اش. حضور یکایک از شما عزیزان برنامه که در سرتاسر جهان و افغانستان عزیز تماشاگر برنامه اتحادیه افغانهای مقیم آنتاریو هستید. خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت هستم و با آرزوی خدمتگزاری، رفاه، سعادت و سربلندی شما عزیزان تلاش داریم و کوشا هستیم تا برنامه درخور فرصتهای شما را برای شما پیشکش بکنیم. عزیزان برنامه، همونطور که اتحادیه افغانها مکلفیت خود دانست و اعلام داشت که در قبال اوضاع افغانستان، اوضاع ناهنجار سیاسی و بعضاً بهنجار سیاسی، خواست به شما گوشه از مشکلات، از چالش ها را بکشاید و دعوت بکنه از خبرگانی که و مسئولان محترمی که صاحب نظران و کارشناسانی که در این زمره صاحب نظر هستند و صاحب صلاحیت هستند. ما این فرصت ها را زیاد به پیشگفته ها ضایع نمی سازم. به می مناسبت در امی هفته با احترام تمام از سرپرست محترم سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اتاوا، محترم شریف غالب، دعوت به عمل آوردم که تا قدم رنجه بکنن، لطف بکنن و زحمتی را که از اتاوا این همه راه پیمودند تا به تورنتو و به برنامه اتحادیه افغانها ما را افتخار بخشیدن، عرض امتنان بکنم، تشکر بکنم و در امی برهه بسیار سخت سیاسی خواستم از زبان این مسئول محترم که شما هم طلبگار ازی بودین که دری ورته خاصتاً اصلا عنوان که برگزیده شده در این برنامه امی جرگه مشورتی هست که در قبال موافقتنامه امنیتی بین واشنگتن و کابل عنقریب به امضا برسه و فراخوان از این از سرتاسر افغانستان شده. از او خاطر خواستم که تمامی این گفته ها و گفت و شنود ها را تا جایی که امکان هست اگر بتانم که سوالاتی که در ذهن شما بینندگان عزیز، مسئول، دلسوز در قبال حوادث وطن، بی‌طرفانه و بی‌غرضانه و دلسوزانه سوالات با محترم غالب صاحب مطرح بکنم. اولتر از همه محترم غالب صاحب شما را به استودیوی برنامه اتحادیه افغانهای مقیم آنتاریو خوش آمد عرض می کنم. بسیار تشکر جناب آقای فرمولی. واقعا خوشحال هستم که امشب در برنامه با شما هستم و اجازه بدین که خدمت بیننده های عزیز برنامه شما هم سلام و تمنیات تقدیم کنم. تشکر از شما غالب صاحب. عرض بکنم در قبال فراخوان روی جرگه مشورتی سوالهای، ذهنیت‌های بعضاً مثبت، بعضاً منفی، برداشت‌های در قبال امی خود ترکیب و امی خود به اصطلاح جرگه مشورتی، ذهنیت‌ها مغشوش است. سوال برانگیز است که چقدر امی تدویر از این جرگه مشروعیت قانونی داره، مشروعیت اجرایی داره و مشروعیت عملی داره، در حالی که از مسئولین شنیدیم که این جرگه را بی وقت و غیر ضروری و غیر قانونی، حتی محترم مجددی صاحب میره اعلام کردن، گرچه دیروز پریروز دوباره فکر میکنم با یک استخاره دیگر ایره تایید کردن، ولی به هر صورت معاون از این جرگه آقای گیلانی استعفا کرد بنابر هر دلیلی که بود و شما هم گفت و شنود کارشناسا را شنیدین. خواستم نظر شما را در قبال امی جرگه، با وجودی که دو خانه ایره اکثرا خانه ملت بعضا ایره رد کردن و ایره غیر قانونی قلمداد کردن، نظر شما در قبال از این چی خواهد بود آقای غالب؟
بسیار تشکر. تصور میکنم بدون شبه همه ما از چگونگی اوضاع حاکم در افغانستان امروز مطلع هستیم. در پی بیش از یک دهه مشارکت گسترده و متنوع با جامعه بین‌المللی، مردم افغانستان شاهد تحولات بنیادین و بزرگی در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورشان بودند. این هم تصور میکنم همه ما به روشنی به خاطر میاریم که اقتضا و انگیزه اصلی تأسیس این مشارکت و بعداً حضور و استمرار نظامی جامعه بین‌المللی در افغانستان کلاً نظامی و امنیتی بود که در چارچوب مبارزه با دهشت افکنی و تروریسم در افغانستان و در سطح منطقه تبیین یافت. بر علاوه با عقد موافقت تاریخی بن در یک دهه قبل که با اشتراک نیروهای سیاسی نظامی جوانب مطرح در قضیه افغانستان در وقت تشکیل شد، افغانستان و مردم افغانستان در معرض روند تطبیق روند ملت سازی و دولت سازی قرار گرفتند و همچنان بالاثر تلاش‌های و موافقات به عمل آمده در متن این موافقات، افغانستان از طریق تشکیل دولت موقت و انتقالی و بعدتر هم تصویب قانون اساسی و تشکیل پارلمان منتخب عملاً این پروسه را به اجرا گذاشتن. در درازای این مدت چنانچه عرض کردم افغانستان دچار تحولات گوناگونی شد، اما عمده‌ترین رکن اساسی که اوضاع افغانستان را تا حال در یک جهت سردرگم قرار داده موضوع چالش امنیتی هست که متاسفانه با وصف تلاش‌های فراوان از جانب جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان نتایج مطلوب تا حال به دست نداده. حال به خاطر داریم که در سال 2010 برای اولین بار ایالات متحده آمریکا پس از حدود چندین سال کمک‌های بی‌شایبه در رابطه با تشکیل اردوی ملی و تقویت ساختارهای امنیتی بومی افغانستان برای اولین بار از ضرورت انخلای نظامی افغانستان و تفویض مسئولیت‌های امنیتی به نهادهای بومی رسمی افغانستان سخن گفتند و بالاخره جدول زمانی خروج نیروهای خود از افغانستان که اواخر سال 2014 عنوان شد اعلان کردند و به تأثیر از او مؤتلفین دیگه بزرگ افغانستان همچنان در پیروی از اقدام آمریکا به صورت مشخص تاریخ سال 2014 را به عنوان مدت زمانی که پایانی حضور نیروهای نظامیشان در افغانستان تلقی کردند. دولت افغانستان با فهم ای که چالش امنیتی در افغانستان هنوز برطرف نشده و نیروهای امنیتی بومی افغانستان از قوت لازم برای مبارزه با چالش دهشت افکنی که حتی امروز افغانستان را به چالش کشیده و تقریبا هر روزه از مردم عام افغانستان قربانی میگیره، با نظر داشته از این ابتکار عملی روی دست گرفتن که بر اساس از او در صدد عقد موافقات استراتژیک با جمعی از کشورهای بزرگ مختلف افغانستان برآمدن و که مهمترین از او طرح عقد موافقات استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بود. حال یک رکن اساسی از موافقات استراتژیک میان ایالات متحده و افغانستان مسلماً
نهایی ساختن روند مذاکره پیرامون عقد موافقات امنیتی دو جانبه بین دو کشور هست و در حقیقت تدویر لوی جرگه پیشرو امی مسئله را به بحث میگیرن. غالب صاحب، فقط سوال عمده نهادهای مدنی داخل افغانستان، وکلای هر دو خانه ملت، جوامع مدنی، اپوزیسیون دولت در داخل افغانستان و احاد ملت و جامعه اصلا از محتوای همونطور یک توافقنامه، از همونطور موافقتنامه امنیتی هیچ نوع آگاهی قبلی ندارن، ولی زیر سوال میبرن اصلا تدویر همونطور جرگه های به نام مشورتی را. اگر ایره در قانون اساسی متکی باشیم که ایره رئیس جمهور حق داره در امور مسائل حیاتی مملکت به شور بپردازه، بناهن او در حد یک رفراندوم خواهد ماند که نظر یک شخص است، ولی در حد یک جرگه 2,5-3 هزار نفری در همین شرایط امنیتی خراب با همین اقتصاد ورشکسته مملکت، از یک طرف در شهر کابل رابندان، پل تکنیک تعطیل، 2,5 هزار نفر مهماندار، امنیت سرگردان، بالاخره ولو امینا با یک توافق برسن، ولی اگر در خانه ملت آمد در اولوسی جرگه ای رد شد، باز چی؟ خب از شما از قانون اساسی افغانستان یاد کردین. حقیقت است که مطابق مندرجات قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان حق دارند که در مواقع معینه و در شرایطی که مخصوصاً مسائل مربوط به حاکمیت سیاسی، استقلال، تمامیت ارضی و منافع اولیای مردم افغانستان مورد بحث بیاید، به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه کنند. این جمع ضمن مندرجات قانون اساسی افغانستان است. تصور شخصی من است که تلاش برای تدویر این جرگه مشورتی کلاً بر امی اصل استوار است و تا جایی که به نقش پارلمان به عنوان خانه ملت و مرجع اصلی نمایندگی از افکار و آرای مردم افغانستان مربوط میشه، تاکید بری که این جرگه در نوع خود مشورتی است و صلاحیت اجرایی نداره. من فکر میکنم در صدد رفع امی تشویش از جوانب است که گویا یک تعداد مطرح میکنن و نیاز تطویر این جرگه را کلاً نوع رفع مسئولیت زعامت سیاسی افغانستان در قبال یک تصمیمی که در دراز مدت میتونه منافع اولیای افغانستان را کلاً در بر بگیره و حامل نتایج خاصی باشه و پیامد خاصی باشه، برای رفع امی تشویش صورت میگیره و چیزی که شما گفتین من حیث یک رفراندوم و مراجعه به آرای مردم از طریق مسلماً حق مندرج در قانون اساسی گرفته شده. تصور من همیست. و در قانون اساسی یعنی از به شکل مشرع از نوع لوی جرگه مشورتی هیچ نوع تذکری نیست. ما فقط لوی جرگه عنعنوی و لوی جرگه اصلی را تعریفش داریم. بله. اما لوی جرگه مشورتی را تعریفش نداریم. از اینکه این تعبیر و می رقم شده، این به هر ترتیب فرموده شما درست است، ولی در بسیار مسائل حیاتی کشور از 10 سال به این طرف تعرضات پاکستان در خاک افغانستان هم تمامیت ارضی را و استقلالیت افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان را زیر چالش برد، زیر سوال برد. در او لحظه حیاتی چرا رئیس جمهور اما تو یک جرگه مشورتی را در او وقت دایر نکرد و از مردم مشوره نخواست که صرف پای فقط برای امریکا؟ شما شاهد هستین که ما در مسائل امنیتی با انگلستان، با فرانسه، با هندوستان عین مسائل استراتژی و امنیتی را داریم، ولی در هیچ مورد تو یک جرگه دایر نشد. در تعرضات علنی پاکستان، مداخلات ایران، اما تو یک جرگه مشورتی را ضرورت رئیس جمهور ندید. چرا در همین مقطع خاص سرعظمی موضوع اینقدر پافشاری است با تمام مخالفت ها؟
تصور به است که اصولا همه چیز مربوط میشه به جایگاه ایالات متحده امریکا و نوع تعامل و مراوداتش با افغانستان. واقعا امر است که حتی در ابتدای آغاز روند دولت سازی در افغانستان و مبارزه با تروریسم، ایالات متحده امریکا بود که پیش قدم شد و عملا کشورهای بزرگ ناتو و مؤتلفین امریکا در چارچوب سازمان پیمان اتلانتیک شمالی از امریکا پیروی کردند و به نوبه به افغانستان و در تیتر جنگ در افغانستان پیوستند. ولی من فکر میکنم تا جایی که به کمک‌های اقتصادی و بازسازی در افغانستان هم مربوط میشه، نقش ایالات متحده تقریبا برجسته‌تر است از هر عضو دیگه ائتلاف کرده و تلاش برای ایجاد اردوی ملی و نهادهای امنیتی بومی امنیتی افغانستان و در مجموع تلاش برای ملت سازی در افغانستان یک سهم عظیم این تلاش ها متوجه ایالات متحده است. با نظرداشت حقایق در چارچوب روابط ما ذات البینی بین امریکا و افغانستان و با نظرداشت مسلماً میزان بلند نفوذ امریکا بر ذهنیت کشورهای دیگه هم در سطح منطقه هم در کشورهای بزرگ غربی مختلف افغانستان، رابطه با امریکا از اهمیت به افغانستان و مردم افغانستان برخوردار است و تدویر ایجرگاه در جهت نهایی ساختن موافقات امنیتی دو جانبه من تصور میکنم در مبتنی به می اصل است و دولت افغانستان تصور میکنه اگر هر دو کشور در یک مسیری که بتانن به توافق مورد نظر و قابل قبول به دو جانب برسن، تأثیرات درازمدت کیفی و کمی در آینده افغانستان به جا میگذارن. ولذا تدویر جلسه من فکر میکنم این اجلاس مشورتی که بعدا هم برای تصویب مستلزم رفتن به خانه ملت و پارلمان افغانستان هست، کلا از همین راستا باید به بحث گرفته شود. و قسمی که شما شاهد بودین آقای جان کری گفتن که اگر این توافقنامه خاصتا مسائل امنیتی به توافق نرسیم، ما تمام قوای امریکایی خود را از افغانستان خارج میکنیم. یعنی شرط بودن امریکا در افغانستان و دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و که آقای کرزی سر از او بسیار در مقابل حملات پاکستان که در 12 سال امریکا هیچ نوع عکس العمل نشان نداد، میخواد این توافقنامه را به امضا برسانه. ولی اگر به امضا نرسه، فکر کنین خانه ملت مورسی جرگه یا مشران جرگه بنابر ملحوظات بنابر برداشت‌های خودشان امیر به ثواب ملت ندانن، بناهن این روی جرگه مشورتی تدویر از این پس چی؟ فکر میکنم که میتونم با جرأت بگویم که در قبال امضای این موافقتنامه دو جانبه امنیتی تلویحاً یک نوع اجماع نظر و در سطح کل افغانستان موجود است. ما چیزی را که مطبوعات به نقل قول از یکی از شخصیت‌های داخل افغانستان گفتن و او مراجعه میکنم که عقد موافقات نه از روی هوس بلکه از روی مجبوریت است. واقعیت امر است که با وصف تلاش‌های گسترده و کمک‌های مستمر و متوالی در جهت آموزش، تجهیز و تربیه نیروهای بومی افغانستان شامل اردو و پلیس ملی، هنوز این نیروها در سطحی که بتانن با میزان بلند چالش‌های موجود دهشت و خشونت عملاً از مردم افغانستان و از صیانت افغانستان دفاع کنند، در او مرحله نرسیدن. هرچند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان که خوشبختانه یک قدم در جهت تکمیل حاکمیت سیاسی و دولتی افغانستان تلقی میشه، این امید را برای همه ما میده که انگیزه کافی و مهارت کافی و اراده کافی در میان صفوف نیروهای بومی نظامی امنیتی افغانستان برای مجادله
با این چالش ها موجود است. اما کاش اینطور نمی بود که ما نیازمند ادامه کمک جامعه بین‌المللی در رابطه با تجهیز، تربیه و آموزش این نیروها نمی بودیم. متاسفانه یک واقعیت است و تصور میکنم مردم افغانستان و پارلمان افغانستان و نخبه های سیاسی افغانستان این مشکل درک میکنن و تصور میکنم اجماع ظاهرا موجود در این رابطه زاده امی حقیقت است. تشکر آقای غالب. یک چیز دیگری که از یک سو دعوت از دشمنان مسلح بیرحم افغانستان که هر روز همونطور که شما قبلا فرمودین از ملت افغانستان جان میگیرن و خون میگیرن و هر طرف ببینین که از کشته ها پشته ها ساختن و همسایه های مغرض هم هر روز به بهانه بودن امریکا که هنوز این رسمی نشده برای ما 12 سال دردسرهای فراوان را آفریدن، چی از راه زمین، چی از راه هوا، چی از مداخلات داخلی و چی در سطح جهانی لابی های از اینا. حالا فکر نمی کنین که در صورتی که این موافقتنامه به صحیح برسه و این را قبول بکنن، دشمنان مسلح یگانه شرط مفاهمه و مذاکره را که شورای عالی صلح با هیم مصارف هنگفت و تشکیلات عظیم 12 ساله هیچ کاری را تابال ساخته نتونستن. اگر این دشمنان شرط اولی چیست که باید قوای خارجی از افغانستان خارج شود، باز ما با پای میز مذاکره حاضر میشیم. از یک طرف دعوت از دشمنان مسلح و از یک طرف جابجایی پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان، از یک طرف منازعات تاریخی با پاکستان و ایران. آیا شما فکر نمی کنین که یک صفحه خشونت منطقه‌ای دیگر با امی پیمان، با امی امضا ما در دراز مدت متقبل خواهد شدیم؟ مقوله معروف سیاسی است که کشورها دوست و دشمن دائمی ندارن، منفعت دائمی دارن. تصور میکنم مشعل راه ما مصالح اولیای مردم افغانستان و منفعت ملی افغانستان است. از جانب هم هیچ کشوری، بعضا ما با ابراز احساس و نظر یک تعداد از هموطنا و جناحها برمیخوریم که چرا با نیروهای مخالف از در سازش باید پیش بریم و چرا حرف از مصالحه و گفتگو گفته شود. واقعیت امر است که هیچ دولتی نمیتونه باب مذاکره با مخالفین خود را بسته نگه داره. حقیقت امر است که هر جنگ در نهایت باید از طریق گفتگو و مصالحه خاتمه بیابد. اما دولت افغانستان در مواجهه با دشمنان مسلح خود، مخالفین مسلح، پیش شرط‌های برای چگونگی رسیدن به یک توافق سیاسی اعلان کرده و داره. و هم گفته میشه از طرف دولت افغانستان عنوان میشه با او ایده از مخالفین مسلح که اونا اراده پیوستن به مذاکرات صلح را از طریق قطع رابطه با گذاشتن سلاح خود به زمین و قبول کردن ارزش‌های و دستاوردهای شامل در قانون اساسی افغانستان که مصوب نماینده های ملت افغانستان هست و منعکسگر اراده و خواست مردم افغانستان است. اگر او را قبول کنن، دولت افغانستان با اونا میتونه کنار بیه و اونا میتونن به زندگی عادی خود به عنوان یک افغان پس کشته و از تمام امتیازات و حقوق یک همشهری تحت سایه قانون اساسی افغانستان به زندگی عادی خود ادامه بدن. حال ما در عین حال در رابطه با چیزی که شما عنوان کردین که ممکن است یک چالش منطقوی کلان را و استمرار حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان باعث ایجاد حساسیت‌های نزد کشورهای همسایه و منطقه شود. این مهم است که دولت افغانستان مسئولیت داره تا از هر مجرای میسر به اقناع و اعطای اطمینان
به همه کشورهایی که به نحو تشویش از ادامه حضور نیروهای بین‌المللی و عقد پیمان که منجر به استمرار حضور نظامی از اونا در افغانستان میشه و اعتماد را و اطمینان را بر اونا بتن که خاک افغانستان به هیچ نوع علیه کشور سیومی استفاده نخواهد شد و دولت افغانستان تمامیت ارضی، حسن همجواری و عدم مداخله را اصول اساسی برای تعامل و مراوده با کشورهای همسایه و منطقه میدانم. متصور میکنم که این خوشبختانه دولت افغانستان در این راستا کار کرده و عملا یک میزان بلند سطح و درک این موضوع موجود است نزد دولت افغانستان، وزارت خارجه افغانستان و جناب رئیس جمهور افغانستان و زعمای دیگه سیاسی دولت افغانستان پی هم در تماس هایشان و در مواقعی که بر این مورد بحث میشه اونا از امی اطمینان دهی بحث میکنن و پی هم سهم میگذارن که عقد موافقات امنیتی کلاً بر مبنای منافع و مصالح ملی مردم افغانستان و به اقتضای متاسفانه شرایط نامساعد است که در افغانستان و منطقه حاکم است و افغانستان و دولت افغانستان حق دفاع از صیانت، استقلال و حاکمیت ملی خود را در منطقه در برابر چالش های موجود دارد. فرمودی شما درست است آقای غالب‌فر